این چشمه نیست، بلکه این آب از درون بینایی مکتب میپالد. در پی برف و باران صحن مکتب رقم 30 دهه درقد ناحیه فرخار به کل تبدیل یافته. آب حتی زیر فرش صنفخانه ها را پر کرده است. خواننده ها برای رسیدن به درآمدگاه مکتب چندین مانعه ها را پس سر می کنند. جریان تحصیل بیش از 800 خواننده با مشکل جدی مواجه شده است. آبی که در اطراف مکتب جمع شده است از حساب برف آخرونه که در ناحیه بارید از همین حساب و این چنین مؤسسه که در نقطه پسترین دهه جایگیر شده است از همین حساب آبی زیرزمینی آبی از حساب برف و باران آخرون باریده در گرد اطراف مؤسسه جمع شدند. این همین تویستان آخه ترای بدوی این هم خیلی او خیلی همه خیلی او اکثریتشون هم خیلی زد قطعه نام قطعه و این او زیر زمینی دور همه جا خداش این هم گوم هم شود این گوم نمیشود. خوانندگان این مکتب میگویند آنها تنها از نمی آب زیر فرش صنفخانه ها اذیت نمیکشند بلکه بام مکتب هم فرسوده شده است. درس گذشته میتوانیم از بالای سرمون آب که دفترمون تر می شود. ما درس گذشته نمیتوانیم از تفای پامون آب میبراید. بعضی همزینفامون چوب میستن درس میخونن. مکتب رقم 30 جماعت درقد ناحیه فرخار سال 1967 بنیاد شده است. حالا در این مکتب 873 خواننده تحصیل میکنند. آموزگاران این مکتب میگویند که اکثر کودکان از طریق فرش صنفخانه ها و چکیدن آب در بالای سرشان به بیماری زکام گرفتار شده چند مدت بعضیشان در درس ها اشتراک کردن نمیتوانند. به گفته آموزگاران آنها منتظر گرمی هستند تا شاگردان توانند که پره به درس حاضر شوند. در همین حال اداره معارف ناحیه فرخار مکتب رقم 30 دهه درقد جماعت درقد را به گروه مکتب‌های در حال صدموی قرار داده است. با آنکه طرح برای بنیاد مکتب زمانوی در این دهه به وزارت معارف و علم تاجیکستان پیشنهاد شده است، اما تا حال معلوم نیست که آیا مکتبی نوی در این مکان بنیاد خواهد شد یا نه. بله، مؤسسه از همون سالی که تأسیس یافته است شیفرهای مثل مؤسسه تعمیر کردن نشده است و هر سال با واسطه خود معلمان و با واسطه مثل بعض جاهاش عوض کرده می شود. دیگر روی مثال تعمیر رو ندیده است با شیفری مثال همین مؤسسه. خوانندگان به خصوص کودکان در آرزوی مکتبی زمانوی هستند و امید دارند که روز فرا رسد تا دیگر صحن مکتبشان کول نشود و فرش صنفخانه هایشان نمی نگیرد و باران بالای کتاب و دفترشان نچکد.